امام محمد باقر پنجمین امام شیعیان و یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ اسلام است. ایشان به علم و دانش شهرت داشتند و در زمان خود بسیاری از علوم مختلف را ترویج کردند. یکی از داستان‌های معروف درباره امام باقر مربوط به زمانی است که ایشان در مدینه مشغول تدریس و آموزش به شاگردان خود بودند. در این دوره جمعی از یاران و شاگردان به ایشان مراجعه کردند و سوالاتی درباره مسائل دینی و اصول اسلامی مطرح کردند. یکی از شاگردان پرسشی درباره تفسیر آیه‌ای از قرآن کریم داشت. امام باقر با کمال آرامش و دقت به سؤال او پاسخ دادند و نکات عمیقی را درباره آن آیه بیان کردند. سپس ایشان به شاگردان گفتند که علم باید به گونه‌ای باشد که انسان را به عمل صالح و اخلاق نیکو راهنمون کند. این داستان نشان دهنده اهمیت علم و آموزش در اسلام و تلاش امام باقر برای گسترش دانش و فهم دینی در میان مسلمانان است. امام به عنوان یک عالم و معلم بزرگ نه تنها بر جنبه‌های دینی بلکه بر ابعاد علمی و اجتماعی نیز تأثیر گذاشتند و در تاریخ اسلام جایگاهی ویژه دارند.